استادم میگفت که زنها تهش میفرستن دکتر، حالا یا روانشناسی یا زنان و زایما. خیلی خوشحال شدم با تو حرف زدم. سپاسگزارم. سبزمانا باشه. شما هم صورت یا فسفوری باشید. خارشو رو من اذیتم میکنه، زندگی من ریخته. داره خواهشوره بگو بیاره تو کونه من. آی دکتر مزان من خیلی درد میکنه. شطور تو بس بری فیزیوتراپی، من تراپیستم. این موجه کارا و ناخون کارا ریدن تو بازار ما. دوست پسر جدید پیدا نکردی اجاره خونم عقب افتیده. خیلی زندگی سختی داشتی. تریا که چیزی میکشی؟ نه ای دکتر. من ریدم تو این زندگی، از این به بعد بکش. با نژاد سگ زیاد آشنایی ندارم ولی آدم پدر سگو خوب میشناسم. حالا چرا افسرده شدی؟ به خاطر بیپولی. بله خانم موشی شیقا حساب کده سعی کن که همیشه رنگای شاد بر کنی. مثلا ببین من بهم نمیاد شدم این موز پوسیده. گریه نکن آزیزم، دل من ریش میشه. بیا بغلت کنم. اینجا فقط دخترو گریه میکنن. ریشه همه مشکلات در کودکیه. تو هم بهت مخوره کودکی سختی داشتی. چرا؟ از بس سفیدی. همروز دختر کدام آخه همروز زن کرکره چیزی نصب کردی. اگه این خوردادی و آبانیا نبودن تا حالا ما ورشکسته شده بودیم. آقای دکتر از چیزای کوچیک میترسم. از چیزای بزرگ چطور؟ اینجا خیلی خوبه. ببین من چقدر اعصابم آرومه.